در یک زمان در هندوستان در دهه نیکخواه نام یک مرد کوزه‌گر زندگی می کرد. او تمام روز در کارگاهش مهنت می کرد و مردم تماشای هنر دستانی او را دوست می داشتند. در همسایگی این کوزه‌گر بدکش نام مرد تنبل و بیکار خوجه زندگی می کرد که روز دراز آواره‌گردی می کرد و به کار دست نمی زد. آوازه هنرمندی کوزه‌گر نیکخواه به گوش شاه رسید و او فرمان داد که کوزه‌گر را به قصر او بیارند. فرستاده های شاه به خانه کوزه‌گر آمدند. شاه امر می دهد که برای قصر 100 کوزه زیبا، 100 قدح شراب و 100 ساغر نفیس بسازی. گفتند آنها. کوزه‌گر راضی شد و به سوی قصر شاه راه گرفت. در راه به او بدکش واخورد و او از کوزه‌گر التماس کرد: مرا با خود بگیر همسایه، به تو یاری می دهم. آب می بیارم، لای می شورم. خرسند شد کوزه‌گر. از یک کس 2 کس به. او بدخواه را همراه گرفت و به قصر آمد. در قصر شاه کوزه‌گر صافدلانه و صادقانه به کار سر کرد. چند ماه گذشت و کوزه‌گر کار را به آخر رساند. فرموده های شاه تیار شده بود. کوزه های زیبا و نقشین، ساغر و قدح های نفیس و نظرربا، محصول دستان هنرمند، به شاه و درباریان خوش آمدند. بدکش تنبل باشد روز دراز در کوچه و بازارهای شهر سیر می کرد و مثل همیشه به کار دست نمی زد. شاه به کوزه‌گر یک خلطه طلا داد و او را به خانه‌اش گسیل کرد. نیکخواه و بدکش به سوی خانه‌شان راه گرفتند. بدکش از خلطه طلای سری کتف کوزه‌گر چشم نمی کند و از بخیلی و حسد درون می سوخت. وقتی که به سرگه ده رسیدند، بدکش به کوزه‌گر گفت: همسایه، من و تو را همسایه ها بینند به حال من می خندند. می گویند که کوزه‌گر پول بسیاری آورد و بدکش همون دست خالی برگشت. دل کوزه‌گر صاف دل به حال بدکش سوخت و به او 5 تنگه داد و گفت: تو به من یاری نداده باشی هم بگیر این پولها را. من خلطه‌ام را در کوواکی انا آن درخت پنهان می کنم تا مردم به حال تو نخندند. بعد یگان روز آمده خلطه را می گیرم. کوزه‌گر خلطه‌اش را در سوراخی درخت عظیم بلوط پنهان کرد و آنها به ده در آمدند. مردم آنها را خوش استقبال کردند. شبانگاه وقتی که خوابی همه برد، بدکش به نزد درخت بلوط آمد و خلطه طلای کوزه‌گر را دزدید. صبح دیگر به نزد کوزه‌گر دهقانی کمبغلی آمد: بچه هایم گرسنه همسایه، کمکم کن، کمی پول قرض بده. یگان وقت قرضت را برمی گردانم. کوزه‌گر به سوی درخت بلوط دوید تا از خلطه‌اش کمی پول بگیرد و به دهقان بیچاره بدهد. اما او خلطه را در جای پنهان کرده‌اش نیافت. او دانست که این کار بدکش است. زود به خانه بدکش آمد. جای خلطه مرا تنها تو می دانستی.
بده خلطه را، دزدی خوب نیست. گفت کوزگر به بدکش. بدکش باشد برای آن که همه شنوند با آواز بلند داد زد: دزدی لعین، خلطه پولهای مرا از سرخی زیر بلوط دزدیدی، تو دزد. آنها به همدیگر طرف دادند. مردم زیادی جمع شدند. آنها با هم مناقشه کنند به نزد قاضی آمدند. قاضی عرض آنها را گوش کرد و به کوزگر گفت: تو شاهد داری که خلطه پولهای تو را بدکش دزدیده است؟ نه، شاهد ندارم، سر خم کرد و محزونانه گفت کوزگر: به غیر از من و بدکش در آنجا کسی دیگری نبود. من شاهد دارم، من، داد زد بدکش. در سرخی همان بلوط شاهی جنگلی زندگی میکند. میرویم و از آن میپرسیم. قاضی قرار داد که فردا سحر از بلوط کهنسال میپرسد. اگر شاه جنگلی شهادت دهد که دوست نفری از این هاست، از روی آن عمل خواهند کرد. صبح دیگر مردم دیها در نزد درخت عظیم بلوط جمع شدند. قاضی و کوزگر هم آمدند، اما از بدخواه درکی نبود. خیلی منتظر شدند و نهایت قاضی قرار داد که بی بدخواه هم از درخت بلوط خودشان میپرسند. قاضی با درخت بلوط را آورد و گفت: ای شاه جنگلی، بگو که کی دزد است، نیکخواه و یا بدکش؟ ناگاه از سوراخی درخت آوازی برآمد: دزد نیکخواهی کوزگر است که بلهای بدکش را دزدید. بدکش باشد آدمی راست قول و خوبی است. قاضی دیگر علاجی نداشت. امر داد که کوزگر را دست و پای بندند و به زندان اندازند. کوزگر کمی فکر کرد و از قاضی خواهش کرد که با او 5 دقیقه مهلت بدهند و بعد از آن چی کاری که خواهند بکنند. قاضی راضی شد. نیکخواه علف و برگ‌های خشکیده را جمع کرد و به سوراخی درخت گذاشت و آتش زد. آتش زبانه زد و همه جا را دود فرا گرفت و ناگاه از سوراخی درخت داد زنان و سلفه کنان بدکش جسته برآمد که در بغلش خلطه پول بود. مردم آتش را خاموش کردند و قاضی به بدکش را آورد. تو ما را فریب دادنی شدی، شرم نمی داری؟ او را به آتش اندازید، جزای دزد و دروغگوی همین است، داد زدند آدمان. اما قاضی خیرتمند پولها را به کوزگر داد و امر کرد که بدکش را به درختی بلوط بسته 100 چوب بزنند و مردم او را به درخت بستند و 100 تازیانه زدند. از دهه ما برو، هنر آموز، مهنت کن و مثل انسان زندگی کردن را بیاموز، گفت قاضی. و بدخواهی شلاق خورده و شرمسار ترک دیه کرد. جزای دزد و دروغگو همین.